خداوند در قرآن فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق الله العظیم. در سوره نحل پروردگار میفرمود شما آن چیزی را که نمیدانید از میدانستگی ها پرسید. اینجا یک گروه برادرای ما که سوال هایی که ارسال کردن به خاطر که با جواب اونها شناسایی پیدا کردن، خدا خواهد انشاءالله من در این سوال ها جواب میگردانم. برادر عزیز و گرامی، شما بچهای با عقل هستین، همون تلفن هاتون خاموش کنید. تلفن های شما بسیار خلل میتید، همون آوازاشون بگیرین. او قدر به فکرم که بفهم نیستین، همون آوازاشون بگیرین. اگرچه خاموش آن نکردین آوازش بگیر. خب السلام علیکم داملای عزیز حاجی مرزا، خواهش دارم ما از سر خاصار جمعه خانی می آییم. شما گفتید که قصه 3 نفر در غار را قصه میکنم، کی داملا قصه میکنید؟ یک گروه برادر از مسجد آمده بودن، از ما خواهش کرده بودن که در همون بودنی که ما در خوجند بودیم، در یکی از معرکه ها قصه همین 3 نفر که در غار افتیده بودند و چگونه اونها از این غاری که عاقبت اونها را هلاک میکرد خلاص شدند، از ما خواهش کردند که همین قصه را بار دیگر شما قصه کنین تا که ثبت شود و ما از این استفاده بریم. خدا خواهد برادر عزیز با وعده هایی که خودی برادرها بر ما کردن، جمعه آینده که خودشان حضور دارند، برای همین ما تأخیر ما برای همین بود که اونها جمعه گذشتهش می آمدن، زنگ زدن که ما آمدن نمی توانیم، الحال زنگ زدن که جمعه آینده می بیم، همین در حضور ما قصه شود و ما ثبت همین گیریم. برای همین دادر عزیز انشاءالله من قصه این 3 نفری که در غار افتیدن، با چه سبب از غار اینا خلاصی یافتند و اون عمل هایی که اونا چنگ زده بودند چه عمل بود، خدا خواهد من یک طریق مفصل اطراف اینا برای شما بیان میکنم، اگر خدا برای ما مهلت دهد، اگر خداوند برای ما وقت جدا کند. دوم درباره صحابه، مرتبه صحابه و دوست داشتن صحابه و خدمت اونها خواهش، بسیار خواهش 1 یا 2 جمعه صحبت کنیم. اینی برادرای ما درباره صحابه، مقصد مراد از صحابه همنشین های پیغمبر، درباره صحابه ها، معنای صحابه، مرتبه صحابه، خدمت این صحابه ها در اون زمان مقصد بیان کنید تا که از اونها این برادرای ما استفاده برند. خدا خواهد انشاءالله شاید که بعد این جمعهش من اطراف صحابه ها هم برای شما صحبت داشته باشم که صحابه های پیغمبر چه خدمت ها کردند، چه مرتبه ها دارند، کسانی که دوستشان می‌دارند چه نتیجه دارد، کسانی که بد می‌بینند با چه روبرو می‌شوند. خدا خواهد انشاءالله من برای شما باز اینم یگان جمعه دیگر شاید بعد این موضوع را هم خدا خواهد برای شما میرسانم. عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. حضرت عبدالله رضی الله عنه
فرزند حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمود که از دعای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حساب می رود این که جناب می گفتند اللهم اینی اعوذ بک من زوال نعمتک. برادر عزیز و گرامی، دعای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که خیلی دعای زیبای، خیلی دعای خوبه که شاید این دعا به یاد ما و شما کم برسد یا شاید نرسد. به خاطر میخوانم که این دعا برای ما و شما یک درس امروزه شود و من بعد ما و شما این دعا را همیشه در نمازهای خود دعا کنیم. حضرت میگفتند پروردگارا از زوال نعمت و سوی تو پناه طلب میکنم. اولین چیزی که حبیب خدا به سوی پروردگار پناه طلب میکنم، از زوال نعمت به سوی تو پناه طلب میکنم. هر شخصی که در نماز خود دعا کند که خدایا از آن نعمتهایی که من در داخل او هستم، آن نعمتهایی را که برای من نصیب گردانیدی، این نعمتها را از بالای سر من دور نگردان. شاید باشد بنده های شاید باشد که نعمت خدا را یادآوری کنند، لیکن اکثریت ما و شما در یاد فراموشی، ما نعمت های خدا را کم یاد میکنیم. حضرت علی رضی الله عنه میگفت ان من النعیم الدنیا یکفیک الاسلام نعمتان. از نعمت های دنیا برای بنده های خدا اسلام بهترین نعمت است. هست بنده هایی که برای اسلام داشتنشان و سوی خدا شکرگزار باشند، گویند که حمد و ستایش از برای تو ای پروردگار که ما را در دین اسلام از نگه داشتی، ما را مسلمان گردانیدی. بهترین نعمت برای ما و شما اسلام، فخر بر اسلام، افتخار به اسلام. ما همیشه باید افتخار داشته باشیم ای پروردگار هزارها شکر به سوی تو که به این نعمت اسلام ما را رسانیدی، ما را مسلمان گردانیدی. بهترین نعمت. ببینید نعمت های پروردگار را یاد میکنیم، بعدا به سوی پروردگار پناه طلب میکنیم که خدایا این نعمت ها را از ما دور مگردان. ببین حبیب خدا دعا میکرده است خداوندا پناه طلب میکنم به سوی تو از رفتن نعمت هایی که برای من نصیب گردانیدی، از رفتن اونها، از گرفتن اونها، از دور کردن اونها. خدایا من به سوی تو پناه طلب میکنم. ما باید همیشه پیرو بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشیم. برادر عزیز و گرامی، نماز خواند شدن تو نعمت است، مسجد آمدن تو نعمت است، روز جمعه را قدردانی کردن تو نعمت است، خدا را شناختن نعمت است، پیغمبر خدا را شناختن و امت شدن نعمت است. اینا همه نعمتند. بغیر آن نعمت هایی که شما چه از نعمت گوش دارید، چه از نعمت چشم دارید، چه از نعمت این دست هایی که حرکت دارند، پای هایی که شما را به همه منزل میرسانند، بغیر این نعمت هایی که اینا قیمت ندارند، اینا ارزش ندارند. خدای نکرده اگر کدام از ما و شما امروز اگر از زبان مانیم و طبیب اگر پیدا شود گوید $100,000 میتی
زبان تا برقرار میکنیم ما و شما تیاره. ما و شما قرض میکنیم، خانه ها ما میفروشیم برای برقرار کردن زبان. پس اینا ارزش ندارد. این نعمت هایی که در وجود شماست و من تحقیر نمیکنم و شما را پس نمیزنم. شاید که بار هم ما و شما یاد نسازیم که هزار شکر ای پروردگار با این نعمت دستی که من دست در دست پدر و مادرم، من اینا با این سر فرزند وسیله میکنم یا دیگر کاری را که با این دستم انجام میدم. بار هم یاد نکنیم. اینا نعمت هستند. حبیبی خدا گفته پروردگارا از این نعمت هایی که یاد شد، هزار شکر که من داخل این نعمت ها هستم و به سوی تو پناه طلب میکنم خدایا از آن ساعتی که این نعمت ها را از من بگیری. پناه طلب میکنم و تحول عافیتک. حبیبی خدا گفتن خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم از این که امروز تنی صحت دارم، تنی صحتی مرا اگر مبدل به مریض بگردانی، اگر بدن مرا درمند سازی، اگر مرا بیمار بسازی، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم. این تنی صحت نعمت است، خدایا از من جداش مگردان. این تنی صحت بود که شما را به مسجد آورد. این تنی صحت است که شما در پیشگاه پروردگارتان راست میشوین و پروردگار عبادت میکنین. سبحان ربی الاعلا میگوین، سبحان ربی العظیم میگوین. این تنی صحت است. و فجاءت نقمتی. حبیبی خدا گفتم پروردگارا پناه طلب میکنم به سوی تو از آمدن بلا و عذابی که ناگهان بالای من می آید. ناگهان بی خبر یک باره بالای من آن عذابی که می آید به سوی تو پناه طلب و جمیع سخطک. و خدایا به سوی تو پناه طلب میکنم از تمام آن غضب‌هایی که نزد توست، از غضب تو پناه طلب میکنم. ببین حبیبی خدا از چی چیزها پناه طلب کرد؟ از رفتن نعمت، از رفتن تن صحت، از آمدن عذاب ناگهان و از تمام غضب‌هایی که نزد پروردگار است. پناه به سوی پروردگار طلب کرد. این چهار چیزی که حبیب خدا پناه طلب کردن، پناه طلب کردن این برای همه ما و شما هم ضرور است برادر عزیز، ضرور. اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. ز شادی در همه عالم نگنجم اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی. پروردگارا نعمتهای تو آنچنان زیاد است که ما این نعمتها را حساب کردن نمیتوانیم. خدای مهربان برای ما چنان توفیق نصیب بگردان، چنان بیداری نصیب بگردان که ما شکرگزار نعمت تو باشیم، نعمتهای تو را همیشه یادآور باشیم. خدایا با این نعمتهای داده تا لحظه های آخری از حیاتمان این نعمتها را همراه ما نگه دار. خدایا این نعمتهایت را از ما سلب مگردان، از ما مگیر. خدایا ما بندگان ضعیف تو هستیم، ما بندگان بی صبر تو هستیم، ما بندگانی که در هیچ مشکلات تو طاقت نداریم. خدایا بدنهای ما را بیمار مگردان. خدایا از عذابهایی که چه ناگهانی می آیند چه غیر ناگهانی می آیند، خدایا ما بندگانت را محافظت بفرما.
خدایا از همه غضب‌هایت اهل جمعیت ما، تمام مسلمان ها را خدایا از غضب نگه بدار. خدایا آرزوهای این جمعیت ما را حاصل بگردان. خدایا این نماز از ما قبول بگردان. پاداش این نماز در نامه اعمالمان خدایا کتابت بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين.